استاد یک دو سوال داشتیم. یکمین سوال ما چنین بود که همین چی طور وقتی شبانگاه خود را به ترتیب براریم. مثال اگر وقت شب کوته باشد آسان است، یعنی که به نماز تهجد خستن یا اینکه پیش بعد بامداد چقدر وقت را برای رزق بسیار شدن یعنی که جدا کنیم. شخصی مسلمان باید وقتش را احتیاط کند، ضایع نکند. وقت قیمتترین چیزی که الله تعالی برای بنده داده است و وقت نعمتی است که دیگر باید بازپس گرفته نمیشد، یافته نمیشد. روزی که گذشت دیگه تا قیامت نمی بیاد. خلاصه از آن روز پر را محروم میشد انسان و باید ترتیب خوب داده شود. خوابی بعد نماز خفتن بسیار خوابی به صفت است. خوابی که حتی 1 ساعتش میگن قوت 7 ساعت میدهد. گویا 7 ساعت خواب کرده باشد. و اصلا بعضی علمای روح میگویند که انسان باید در یک شبانه روز 24 ساعت خواب کند. به معنای 1 ساعتی بعد خفتن 7 ساعت، 1 ساعتی بعدی 6 ساعت. مثلا خوابی بعدی نماز بامداد اگر 1 ساعت خوابید قوت نمیگیرید، برعکس قوتتون کم میشد، از خواب خسته شده میخیزید. یعنی بسیار آدم بعدی نماز بامداد خواب میکند با مقصد قوت گرفتن، لیکن اونجا قوت نمیشه. اون وقتی عمل است، وقتی خواب نیست. همین وقتی ورزش هم بعضی همین دانشمندا میگن که بعدی نماز خفتن یا شام بیگاه با ورزش کردن فایده نمیکند. بسیار کارهایی هست که سحر به گذاشته شود باید. خاصتا آدمی که به علم سر و کار دارد، وقتی بسیار تیزی ذهن است، وقتی فراغ قلب است، بعدی نماز بامداد برای حفظ قرآن، برای علم آموختن و حتی برای کارهای جسمانی باشدم بسیار وقتی مبارک است. و پیامبر صلی الله علیه وسلم به سحری امتشان دعا کردند: اللهم بارک لی امتی فی سحورها. ای الله برای امتی من در سحریش برکت ده. سحری این پیش از نماز بامدادم بس کلمه سحری میداره. بنابراین افطار سحری که شخصی روزدار سحری میخورد همون سحری نامیده شد، برای اون که پیش از اذان بامداد چی کرده میشد. لیکن بکره فی بکورها این سحری نیست. بکور این علاقه بعدی بامداد، وقتی بر وقت، یعنی بعدی بامداد خاصتا تا برآمدن آفتاب بسیار وقتی مبارک است. یعنی این وقت رو باید بنده ضایع نکنه. اگرچه مثلا شب کم خواب کرده باشدم، 2 ساعت 3 ساعت گاه خواب کرده باشدم، المهم شب خواب کند. خوابی شب این فایده های بزرگ دارد. بعد روزانه به کمبودیش مثلا بعد پیشین خاصتا بسیار خوب است. 1 ساعت 2 ساعت اگر شبانه کم خواب کرده باشد بعد پیشین، یا قریبی های پیشین مثلا ساعت های 11 تا پیشین 2 ساعت 3 ساعت اگر کمبودی داشته باشه میتونه همین وقتا خواب کنه. خلاصه وقتی خود ترتیب دادن در کار برای موفق شدن. و بعدی از خواب خیستن در حال به تلفن نظر کردن در کار نیست. همه هوس و تمامی بردمیت رو میگیرد تلفن. و اینطوری تلفن که همراه خواب کردن، شب میره در جاگه خواب تلفن تماشا میکند، این ضررش است برای سحر خیستن. و سحر خیستن زمان یکم کاری که میکند تلفن میبینه، این هم ضررش است. بله این بلای عصری ما هست. از یک جهت فایده است، اگر از آدم های پیش گذشته این احوالی ما ببیند گویا معجزه میگوید که از خانه نشسته علم گرفته میشه، از خانه نشسته همه چیز دیده میشد. لیکن با خودش موافق ضررها هم دارد.